شما از کدام دسته چهارگانه شغلی به معامله گری آمده اید؟ اگه یادتون باشه گفتم فقط 5% از معامله گرا میتونن به سود مستمر برسن. پول روی پول بذارن و خونه، ماشین، ویلا و یا هر چیز دیگه‌ای که اراده کنن بخرن. به نظر من این شغل تنها شغلیه که در اون اثر بهره مرکب به بهترین شکل ممکن دیده میشه. راستی همینجا توصیه میکنم کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی رو حتما بخونید. بهتون قول میدم میتونه اثر خوبی توی زندگیتون داشته باشه. 38 تا پراید رو که هنوز یادتون هست. خب از بحث اصلی خودمون دور نشیم. میدونید اون 5% چرا در دنیای معامله گری به موفقیت میرسن؟ من نمیدونم تو سر شما الان چی میگذره یا چه جوابی میخواید بدید، ولی مطمئنم چیزی که من الان میخوام بگم توی ذهنتون نیست. اون 5% به معنای واقعی مفهوم ریسک رو میفهمن و از اون مهمتر روش‌های بسیار دقیق و شسته رفته‌ای برای مواجه شدن با ریسک و مدیریت اون بلدن. حدس میزنم هنوز خیلی متوجه منظور من نشدید. بذارید از یه جای دیگه شروع کنم. رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی پوله. کتابی که تا به امروز بیش از 27 میلیون نسخه از اون به فروش رفته. همچنین مجله نیویورک تایمز در سال 2005 رابرت رو به عنوان یکی از 25 نویسنده برتر دنیا معرفی کرده. کیوساکی آدم‌ها رو با شغلاشون به 4 دسته کلی تقسیم میکنه. دسته E Employee. افراد این دسته چه رئیس باشن و چه کارمند به دنبال شغلی همیشگی با درآمدی مطمئن هستن. این افراد وقت خودشون رو میفروشن و به جای اون یک حقوق بخور و نمیری به دست میارن. افراد این دسته تقریباً هیچ ریسکی رو توی عمرشون تجربه نمیکنن. روزی 8 ساعت کار میکنن. بعد از 30 سال بازنشسته میشن. در ادامه حقوق بازنشستگیشون رو میگیرن و همینطور به زندگی یک نواختشون ادامه میدن تا حضرت اسرائیل اونا رو در آغوش خودش بکشه و به این شکل به امنیت همیشگی دسترسی پیدا کنن. دسته S Self-Employed. شعار این دسته اینه: اگر میخوای کاری رو درست انجام بدی خودت انجامش بده. افراد این دسته تمایل دارن کسب و کار خودشونو داشته باشن. مثلا یک آژانس مسافرتی رو اندازی میکنن یا یک پیتزا فروشی میزنن. آدمهای دسته S چون باید خودشون برای خودشون برنامه ریزی کنن، مفهوم ریسک رو یک مقدار درک میکنن. حداقل بیشتر از دسته E که اصلا ریسک و استرس در زندگیشون معنایی نداره. آخه یک کارمند دولت چه ریسکی رو میخواد تجربه کنه؟ افراد دسته S میفهمن که میشه توی یک ماه درآمدشون کم و در ماه بعدی درآمدشون زیاد باشه. مفهوم چرخه‌های بازارهای مالی رو کمی درک میکنن و برای حفظ مشتریای خودشون دچار نگرانی و استرس میشن. ولی به هر حال این دسته هم میتونن با خرید انواع بیمه‌ها ریسک خودشون رو به حداقل برسونن. دسته B Business Owner. بیل گیتس، استیو جابز، جک ما، مدیر برند چینی علی بابا و خیلی از آدمای معروف دنیای کسب و کار توی این دسته هستن. شعار آدمای این دسته اینه: سیستم نیرومند، شبکه کار قوی و استفاده از افراد باهوش با یک ایده جذاب و خلاقانه میتونه کلی پولساز باشه. افراد این دسته برخلاف دسته S شرکتشون رو به تنهایی اداره نمی‌کنن. مسئولیت‌ها رو تقسیم میکنن و بعد با دنیایی از استرس و نگرانی سیستمشون رو مدیریت و کنترل میکنن. این دسته ریسک خیلی بیشتری نسبت به دسته S رو تحمل میکنن. اداره 5 تا کارمند یه پیتزا فروشی کجا؟ کنترل 57,000 نیروی شرکت استارباکس کجا؟ اما رسیدیم به دسته آخر، یعنی دسته I Investor. این افراد از پول برای پول درآوردن استفاده میکنن و برخلاف دسته B نیازی به کار گروهی یک سیستم و مهارت افراد برای پول درآوردن ندارن. اما در عوض این دسته همیشه در حال خنثی کردن یک بمب 1 تنی هستند.
اونا با ریسک دست و پنجه نرم نمی کنن، بلکه ریسک، خطر، تنش و آدرنالین تمام سلولهای اونا رو در بر گرفته. این افراد برای مهار ریسک خودشون حتی از هیچ بیمه‌ای هم نمیتونن استفاده کنن. فرض کنید رفتید سهام کوکاکولا رو خریدید به امید اینکه رشد میکنه. حالا به نظرتون کدوم شرکت بیمه حاضر بپذیره که اگه این سهام ریزش کرد ضرر و زیان شما رو جبران کنه؟ خیلی خنده داره نه؟ آره میدونم این دسته همیشه روی مین راه میرن. خب تازه رسیدیم به اصل موضوع. دنیای معامله‌گری به نوعی مرتبط با همین دسته آی میشه که تازه سرعت بیشتری هم پیدا کرده. مثلا وارن بافت که از چهره‌های معروف دسته آی هست، سهام یک شرکت رو با یک برنامه‌ریزی 10 تا 15 ساله میخره. اما یک معامله‌گر یک نماد یا ارز دیجیتال رو حداکثر چقدر میخواد نگه داره؟ هر چقدر باشه مطمئناً 10 سال دیگه نیست. من که میگم حتی اگه یک معامله‌گر خیلی هم صبور باشه دیگه توی 1 سال میخواد به سودش برسه و بره سراغ یه ارز دیگه. حالا فکر کنید شما قراره یک معامله‌گر هفتگی یا روزانه باشید. ببینید با چه میزان از استرس، ریسک یا هر چیزی که اسمش رو میذارید روبرو خواهید بود. و از همه اینا جالبتر اینه که 95% معامله‌گرها عملاً از دسته اول یعنی ای و شاید هم از دسته دوم یعنی اس اومدن و وارد دنیای معامله‌گری شدن. آدمایی که هیچ شناختی از ریسک ندارن و حالا وارد پر ریسک ترین شغل دنیا شدن. و این دقیقاً همون دلیل شکست 95% این دسته از آدم است. این افراد بدون هیچ آموزشی برای مقابله با ریسک و مدیریت اون دست به معامله گری میزنن و متاسفانه بعد از مدتی فقط یک ویرانه از آرزوهاشون باقی میمونه. تراژدی غمگینیه. اما شما نگران نباشید. ما اینجا هستیم تا همه مهارت‌های دسته آی رو بهتون یاد بدیم.